یعنی فکر می‌کنی اصلا کشورهای دیگه حق دارن که بپرسن یا بدونن؟ اگر که دارن میگن که نباید داشته باشین درسته و بیخود نیست که میگن نباید داشته باشین و حرفشون کاملا صحیحه. چرا فکر می‌کنی؟ به خاطر اینکه داشتن همچین قدرتی نیاز به یک ایدئولوژی درست داره و حالا من گفتم نمیخوام راجع به ایدئولوژی صحبت کنم ولی اون ایدئولوژی چون به نظر من درست نیست پس داشتن همچین قدرتی هم صلاح نیست. اینجوری قدرت مطلق دست آمریکا میفته و اگه قدرت مطلق دست یه کشور باشه خب چه اینجا قدرت مطلق اگر اون طرف من قدرت خوبه اما اصلا من اینجوری اتفاقا من مخالفم. جمله دوسته از جمله همکلاسی امنیت به چه قیمتی؟ به قیمتی که مثلا 500,000 نفر تو افغانستان 1 میلیون نفر تو عراق بمیرن. این امنیت نیست. قدرت دست آمریکا باشه به کسی حمله نکنه. یه نکته این بود، یه نکته این هستش که پس اگر قرار قدرتی داشته باشه همه داشته باشن. خب که اون به نظر من نه تنها ایجاد تشویش میکنه نه تنها باعث خون و خونریزی های وحشتناک در دنیا خواهد شد چون شما قدرت داری منم دارم بمب میندازید من بمب میندازم.